بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز خوارا در درس تفسیر یکی از سوره ها رو با هم تفسیر میکنیم که میبینید که چقدر دیدگاه شما رو، نظر شما رو این سوره به دنیا و به زندگی و به خودتان دیگر میکند. حاضر اکثریت خصوصا زنها میبینید که برای تغییر دادن شخصیت خود، برای تغییر دادن نگاه خود به دنیا یا برای چند مسئله های دیگر میروند به نزد روانشناس، یا گفتیم از حد زیاد ماده شده است همین چیز، به نزد روانشناس یا پسیخولوگ رفتن و از او درباره زندگی خود و شخصیت خود مشورت گرفتن. لیکن همین سوره قیامه به من و شما می آموزد که تو چگونه خودت را باید پیدا کنی در این دنیا و چگونه باید در این دنیا زندگی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار سوره را با قسم شروع می کند: لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. الله میگوید قسم میخورم به روز قیامت، یعنی قسم میخورم به آن روز بزرگ که نامش قیامت است، که در آن روز مردم در پیشگاه پروردگار راست خواهند ایستاد یا در حالت قیام خواهند بود. و الله میگوید و این چنین من قسم میخورم با آن نفس لوامه. نفس لوامه همان نفسی ملامت کننده هست که این نفس را مؤمنان صاحب هستند. مؤمنی که دارای نفس لوامه هست به هر خوبی ها یا به هر عمل های صالح نکرده خود را ملامت میکند، به هر گناه های کرده خود خود را ملامت میکند، یعنی پیوسته در ملامت کردن خود است. این کافر است که پروای ندارد، این انسان های بی ایمان هستند که پروای ندارند که چی گناه کردند، چی کار درست یا صحیح کردن. ولی مؤمن همانه هست که همیشه در پی محاسبه کردن نفس خود هست، یعنی خودش را همیشه در پیشگاه پروردگار کارهایی نکرده ام چی هست، کارهایی که باید بکنم چی هست، من چه عملهایی رو میتوانستم و نکردم و من چه عملهایی بود که میتوانستم از آن دست کشم ولی نتوانستم از آن دست کشم. گویان خود را ملامت میکند. از اینکه نفس لوامه، خواهران عزیز، در قرآن 3 نمود نفس آمدگی هست. این نفس را ما میتوانیم بگویم 3 نمود وجدان یا 3 نمود قلب، که بدترین آن نفس اماره بالسوء است، نفسی که همیشه صاحبش را امر میکند به گناه کردن، همیشه به هوا و هوس. و دوم درجه همین نفس لوامه هست که همیشه خود را ملامت میکند که چرا این گناه را کردی، چرا آن ثواب را نکردی. و این چنین نفسی مطمئن نداریم، نفسی که به تمام قضا و قدر الله راضی است، او را مصیبت ها هم شکسته نمی کند و این چنین او را نعمت های الله هم به از خود رفتن و به خود به بالیدن نمیبرد. و اینجا پروردگار نفس لوامه، که این هم نفس بد نیست، نفسی هست که صاحبش اگرچه به گناه دست میزند همیشه باز پشیمان است، با این قسم میخورد و میگوید ولا اقسم بالنفس اللوامه. و در دوامش میگوید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. یعنی خواهران عزیز، یکی از سخنان مشرکان به پیامبر صلی الله علیه و سلم دائمی این بود که میگفتن اذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون. اگر وقتی ما میمیریم استخوان‌های ما پوسیده خاک میشود، آیا ما از نو زنده میشویم؟ تو با این سخن‌هایت ما رو فریب میکنی و این چیز اصلا نشدنی است و محال است. و پروردگار میگوید شما ای انسان‌ها، یعنی آنهایی که از نو زنده گشتن و استخوان‌های پوسیده شما را در روز قیامت از نو ساختن و از قبر همچون یک انسانی سالم بیرون شدن را
رد میکنید یا گفتیم این کار میکنید، شما گمان میکنید که ما به این قادر نیستیم. بله قادرین علی ان نسوی بنانه. این من هستم، میگوید پروردگار، که من قادر هستم از آن استخوانها هم استخوانهای میده، بلکه هر یک رختی کشیده انگشت های شما رو برابر جای کنم. و این آیت خواهران عزیز یکی از معجزه های هست که بعداً در علم اعجاز قرآن ثابت شده است که یگان نفر رختهای کشیده انگشتش به نفر دیگر مانند نیست و خداوند که این همه مردم رو انگشتهایش رو از همدیگر با فرق، یعنی رختهای کشیده شده انگشتش رو از همدیگر با فرق و تفاوت می آفرد، مگر قادر نیست که وقتی که استخوان‌های ما پوسیده شود از نو زنده کند؟ پروردگار میگوید من از این هم کارهای بزرگ کردم، از این هم استخوان‌های میده هر یک انگشت شما رو جابجا کردم، مگر من قادر نیستم؟ نمیتوانم بعد از مرگتان شما رو از استخوان‌های پوسیده تون از نو زنده کنم؟ بله یا ربنا. و ما میگیم پروردگار و ما شاهد هستیم و ما شهادت میدهیم که تو به این قادر هستی. در دوامش الله میگوید بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. نه، این انسان هایی که روز قیامت رو انکار میکنن، اینها با انکار کردن روز قیامت یک چیز رو میخواهند، چقدر توانند در این دنیا به گناه، به فریب و به ظلم دست بزنند. آخر آنی که به قیامت باور ندارد، آنی که به زنده گشتن پس از مرگ باور ندارد، به هر گناه دست میزند، چون او از حساب کتاب شدنش در نزد پروردگار و از سؤال شدنش در قبر تماما در شک و شبهه است و به این باور ندارد. برای همین انکار میکنند قیامت را و باور ندارند به قیامت و در دنیا به هر گناه دست میزنند. و الله در دوامش میگوید یسأل ایان یوم القیامه، و با مسخره از تو میپرسد که ای محمد آن روزی که تو به ما وعده میدی کی میشود؟ ولی همیشه در دوامش چی است؟ علم قیامت همیشه در نزد پروردگار است و کسی به جز الله آن را نمیداند. ولیکن الله درباره نشانه هایش چی میگوید؟ فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. وقتی روز قیامت برپا می شود، برق البصر، از ترس چشم های کافران می کفد، چشم ها دیگر حرکت کرده نمی تواند، حتی در جایش می کفد. و خسف القمر، و اون ماهتاب درخشانه که امروز می بینید مثل یک کوره که هیچ نور ندارد پرتافته می شود. و جمع الشمس و القمر، و آفتاب و ماهتاب که هیچ روبرو نمی آیند و مسافه دوری اینها خیلی بین هم دور است. پروردگار آن روز هر دوی اینها رو نورش رو نابود می کند، یا گفتیم نورش رو خاموش می کند. و در روایت آمده است که حتی آفتاب و ماهتاب هم بعد از رفتن نورشان داخل آتش پرتافته می شوند. در روایت داخل بحر که آن کدام بحر باشد پروردگار خودش داناتر است، چون بحرهایی که در روی زمین است می دانید حجمش به مراتب کوچکتر است از آفتاب. پروردگار هر دوی این را، یعنی ماه و آفتاب را کاملا نورش را خاموش می کند، سپس اینها را مثل یک کورچه بی قدر به طرف می پرتاید. یقول الانسان یومئذ این المفر. آن روز وقتی روز قیامت برپا می شود، این انسان هایی که به قیامت باور نداشتند میگویند این المفر، به کجا گریزیم، چی کار کنیم؟ در دنیا از همه چیز گریخته می شود خواهران عزیز. بعضا مایان به مرگ پناه می بریم تا از مشکلی های دنیا بگریزیم، که البته این از گناه های کبیره است، از ترسانچکی است که انسان به مشکلی های دنیا تاب نآورده خودش را به خودکشی رساند. ولی به هر حال در دنیا از همه چیز میتواند برای خود یک جای گریز را پیدا کرد. اما الله چی میگه؟ کلا لا وزر. این در دنیا بود که تو میتوانستی بگریزی، اما در آخرت هیچ جای گریز برای تو نیست. الی ربک یومئذ المستقر. امروز روزی هست که پروردگار
تو به کجا رفتند رو، به کجا پناه بردند رو معین میکند. این روز دیگر روزی هست که تو نمیتوانی به اجازه پروردگار به هیچ کجا بگریزی. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. و امروز میگوید الله در روز قیامت شما رو خبر داده می شود بما قدم و اخر، کدام کارهای رو کردید، کدام کارهای رو نکردید. شما در این روز کدام در کردن کدام گناه ها خیلی پیش قدم بودید، در انجام دادن کدام عمل های ثواب خیلی عقب مانده بودید. هر کاری که از ثواب انجام دادید و هر کاری که از گناه انجام دادید، پروردگار برای شما امروز خبر می دهد و امروز شما خبردار می شوید. و خواهران عزیز، وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند وقتی که شما از دنیا می روید، همراه شما عملهای صالحتان می رود و این چونین هر علمی که آموخته تو به دیگران آموزانیدید، یعنی علم‌های فقط آموخته از ترس خاموش گشته، نه، علم‌هایی که خودتون طلب کردید و آن علم را به دیگران آموختید. یعنی پس از مرگ میگویند عمل‌های ثوابی کرده تو برای تو میرود. علمی که آموختی و به دیگران آموزانیدی و آن علم را پهن کردی، آن هم به تو میرود. این چونین فرزند صالحی که پس از مرگت برای تو دعا میکند، برای تو استغفار میکند، ثواب آن هم به تو میرود. و این چونین هر قرآنی که به کسی هدیه کردی، هر کتابی که از کتاب‌های دین باشد، علل خصوص هر قرآنی که به کسی دادی، ثواب آن، یعنی دادن قرآن، خواهران عزیز، خریده تقسیم کردن قرآن هم صدقه جاریه است، ثوابش به تو می رود. و این چونین هر مسجدی که ساختی، یعنی تو مسجد ساختی و از دنیا رفتی، اگرچه تو دیگر در دنیا نیستی، اما هر نمازخانه که در آن مسجدی تو نماز میخواند، ثوابش به تو رفتن میگیرد. خوشا به حال آنهایی که در دنیا مسجد میسازند یا حداقل نیتی ساختن مسجد دارند. بگذار یک مسجد کوچک باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حتی به اندازه یک لانه پرنده باشد، هر مسجدی که ساخته شد ثوابش به تو میرود. یا اینکه میگن او بیتن لابن سبیل بناه، و این یک سنتی گم شده است. خواهران عزیز، پیامبر میگویند و این چنین هر خانه‌ای که برای مسافران ساختی، ثواب آن هم پس از مرگت به تو رفتن میگیرد. خانه مسافران همان مهمان خانه است یا یک جای وقفی هست که شما در آنجا می نویسید که هر نفری که مسافر است می تواند امشب در اینجا خواب کند یا روزانه اینجا استراحت کند. چگونه که در مکه و مدینه خیلی از شخصان زیاد مهمانخانه های وقفی بنیاد کردند که حاجی ها می روند و بی پول در آنجا خواب می روند و در آنجا در مدت حج استقامت می کنند. و پروردگار، خواهران عزیز، هر کسی که یک خانچه رو حتی 2 متر باشد، حتی به اندازه 3 قدم باشد، شما به مقصد وقف، یعنی کسی در راه مانده است اینجا خواب کند یا اینجا استراحت کند، گفتید بعد از مرگتان ثواب آن به شما رفتن میگیرد. این چونین پیامبر میگویند هر جویباره یا هر آبی که تو از زمین برآوردی، پس از مرگت مردم از آب آن خوردن میگیرد یا از آن استفاده میبرد. برآوردن آب، کافتن چاه‌ها هم این چه از صدقه جاریه است. یا میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم هر صدقه که تو در وقتی سلامتیت، در حیات بودنت آن را به دیگران صدقه کرده. اکثریت صدقه های خود را پیش از مرگ خود یا که بعد از بیماری به دیگران می دهند. اما هر صدقه که شما خودتان سالم هستید، هنوز از مرگ و بیماری خبر نیست، به خاطر الله دادید، ثواب آن هم برای شما رفتن می گیرد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم عیناً همین چیزها را در دوامش به 7 تقسیم کرده میگویند. میگویند 7 چیز است که اجر آن به شخص وفات کرده در قبرش به او رفتن میگیرد. یعنی 7 عملی هست که بعد از مرگ شما تصور کنید وقتی که ما در خانه هستیم، از جای برای ما هدیه آمد،
پول آمد، لازمات آمد که می توانیم با آن زندگیمون رو پیش بریم، چقدر خوشحال می شویم. در دنیا حالون که می توانیم از کسی با دهانمون کمک پرسیم، اما در قبر که از کسی کمک پرسیده نمی شود، صدای مرده رو کسی نمی شنود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این 7 عمل است که ثواب آن در قبر هم برای بنده رفتن میگیرد. یکمش همان علمی که آموخت و به دیگران می آموزاند. پروردگار ما را از جمله آنهایی کند که در راهش خالصاً برای خودش علمش را پهن کنیم. یکم آنهایی که علم آموزند و در راه الله آن علم را نشر میکنند. دوم هر کسی که آب را از چاه میکوبد یا آب میبرارد. و سیوم هر کسی که درخت میشیناند تا اینکه از آن درخت از میوه و سایش خیلی میداند مردم استفاده کنند. چهارم هر کسی که مسجد میسازد. پنجم هر کسی که قرآن را به دیگران تقسیم میکند. و ششم هر کسی که فرزند دارد که پس از مرگش برای او دعا میکند و طلب استغفار میکند. و اینجا درباره درخت شنانیدن هست خواهرها. و این چنین گفتیم هر وقفی که یا خانه که شما به خاطر الله آن خانه را گفتید از این من اجاره نمیگیرم، اونهایی که محتاج هستند در داخل این خواب کنند، اونهایی که میخواهند استراحت کنند در اینجا استراحت کنند. پروردگار اگرچه قدرتمون نرسد هم نیتی همین کارها را داشتن را به ما نصیب کند. خواهران عزیز، عملهای امروزه ما حاصل نیت‌های پیشترمان هست. نیت کنید، انشاءالله آن نیت‌ها عملی می‌گردد که از همین عمل‌ها را انشاءالله خواهم انجام داد تا اینکه پس از مرگم هم برای من ثواب اینها برسد. و خیلی پروردگار اینجا میگوید آن روز شما هر کاری کرده و نکرده تان پرسیده میشوید و همین کارهایی که انجام دادید یکی انشاءالله از دنیا مؤمن و با ایمان رفتیم ثوابش رفتن میگیرد. پروردگار در دوامش میگوید بل الانسان علی نفسه بصیرا ولو القی معاذیرا. نه، هر یک انسان به نفس خود بیناست، بصیرت دارد. یعنی اینجا دو معنا دارد. یک معنایش این است که در روز قیامت برای تو اصلا حتی شاهد هم لازم نیست. همان نفس خودت، چگونه که در آیت دیگر آمده است در سوره نور یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. روز قیامت زبانهای آنها، دست و پای آنها، حتی پوست و تمام اعضای بدن هر انسان به زبان می درآید و شهادت میدهد که خداوند این چنین عمل رو انجام داد، این انسان چنین عمل رو با من انجام داد. ولیکن یعنی بل الانسان علی نفسه بصیرا، هر یک انسان به خود آگاه هست. هر یک انسان در روز قیامت حتی خودش به خودش، هر یک اعضای بدنش شهادت میدهد. ولو القی معاذیرا، اگرچه 1000 معذرت خواهی کند، اگرچه 1000 بهانه بیاورد، هم باز اعضای جسم تو آن روز به سخن می آید. این یک معنایش است. معنای دیگرش این است که در دنیا اگرچه هرچی خودت را تعریف کنی، باز هم تو خود میدانی که کی هستی. یعنی انسان وقتی تأمل میکند، فکر میکند، انسان وقتی عقل سالم و تفکر دارد، از حال خود باخبر هست. برای همین به هر گفته ناانصاف غمگین نمیشود و تهمت ها داده نمی شود، چون که او خود را می شناسد. و این چنین به تعریف و به مدح مداحان هم داده نمی شود، چون که خود را می شناسد. یعنی شناختن خود، خواهران عزیز، الک شناختن دنیا هست. انسانی که خود را می شناسد و قدم هایش را دانسته می ماند. خود را شناختن تکبر و همیشه خود را مدح و ستایش کردن نیست. خود را شناختن در این دنیا وظیفه تو چی هست، خود را شناختن تو کی هستی، تو چی کدام قدرت ها را داری، چی کار کرده می توانی و نسبت دیگران باید چی کار کنی و از دیگران چی طلب داشته باشی. این هاست. و الله میگوید اصلا انسان خود میداند که کی هست، ولی بعضا عقل ما رو اینقدر گناه و شهوت میپوشاند که ما خود را هم اصلا پیدا کرده نمیتوانیم. اگرچه معنای راجع این آیت درباره آخرت که هر انسان روز قیامت کارهای کرده خود را میداند، معنای دیگرش در دنیا هم این است که انسان کی بودن خود را میداند. اگرچه
ولو القا معذرا، اگرچه هزارها معذرت بیاورد که نه من این رو به خاطر این کردم، من اون رو به خاطر اون کردم، نه تو خود میدانی کی هستی. در دوامش الله میگوید به پیامبرش صلی الله علیه و سلم: به ابی و امی تحرک به لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه. الله میگوید وقتی که ای محمد صلی الله علیه و سلم برای تو جبرائیل وحی رو می آورد، تو زبانت رو به حرکت نانداز، یعنی از پی او تکرار کردن نگیر. حدیث در بخاری از خواهران عزیز و در کتاب های سنن دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم که به پیامبر قرآن نوشته شده نمی آمد، به پیامبر جبرائیل می گفتن، پیامبر آن را حفظ می کردن، یا به قلب پیامبر قرآن همچون الهام انداخته می شد، یا اینکه مانندی صدای زنگوله یا ویزویز زنبور می آمد و پیامبر آن را کاملا از خود میکردن. و بعضا وقتی که وحی می آمد و یا حضرت جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره را می آوردن، حضرت جبرائیل بخونن، پیامبر هم زود زود از پای حضرت جبرائیل تکرار کردن می گرفتن که یکی فراموش نکنم گفته. و اینجا پروردگار میگه نه این کارو نکن، این علینا جمعه و قرآن ما، یعنی پروردگار به کفالت میگیرد که پیامبر تو از پی جبرائیل به خاطر ترس که فراموش میشود تکرار کردن نگیر، ما در قلب تو قرآن را جمع خواهیم کرد، در قلب تو ما قرآن را جمع میکنیم و تو آن را فراموش نمیکنی. برای همین وقتی که قرآن خوانده می شود فتبع قرآن، تو فقط آن را گوش کن، پیروی کن، یعنی برابر آن تکرار کردن نگیر. سپس ما آن قرآن را برای تو چی میکنیم؟ بیان میکنیم. دوامش الله میگوید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. هرگز این گونه نیست ای انسان ها، علل خصوص شما ای کافران، شما مثل مومنان نمیشوید. شما خیلی حیات دنیا رو دوست می‌دارید، به خاطر حیات دنیا هست که شما نه به عبادت دست میزنید نه به عملهای ثواب دیگر دست میزنید. و تذرون الاخره، و یک سو یک کنار میگذارید آخرت را، برای آخرت هیچ عمل انجام نمیدهید. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. الله میگوید چهره های در آن روز، در روز قیامت، خیلی شاد و خرسند هستند، یعنی اینقدر آثار نعمت در چهره آنها دیده می شود که به چهره آنها نگاه کردی میگوی چقدر خوشحال است. الی ربها ناظره، با آن چهره ها آنها به طرف پروردگارشان نگاه میکنند. یعنی این آیت دلیل به آن است که مسلمان در روز قیامت پروردگارش را خواهد دید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند همان گونه که ماه شب 14 را در آسمانی که هیچ پاره ابری نیست شما خیلی روشن و زیبا میبینید، در جنت هم مؤمنان همین گونه پروردگارشان را خواهند دید. و در حدیث دیگر میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم پسترین نعمتی که الله به شما در جنت میدهد این باغ و خانه بزرگی که 1000 سال راه میروی و به آخرش میرسی، ولیکن از همه بالایش دیدار پروردگار است که پروردگار را مایان را به دیدار جمال خودش برساند. الله میگوید به سوی پروردگار خود نگاه میکنند، اما برعکس این چهره های هستند که خیلی گرفته، خیلی غمگین و دهشت زده. چرا؟ تظن ان یفعل بها فاقره، چون که آنها میدانند که این روز روز عذاب است، امروز روزی هست که آنها به آتش انداخته میشوند. در دوامش الله میگوید کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. پروردگار درباره جان دادن گپ میزند. الله میگوید وقتی که بلغت التراقی، وقتی که در وقت جان دادن، در وقت مرگ جان شما به گلویتان بیاید. و تراقی
اینجاست، یعنی اول گلو از طرف دهان است. و خواهران عزیز، چی خیلی بودن جان در بدن رو تا امروز یگان طبیب کشف نکرده است که همون جانی که در بدن ما هست، همون روحی که در بدن ما هست که اساسا حیات روح است. این بدن ما مدت 60 سال و 70 سال است، اما روح ما ابد زندگی میکند و درباره چگونگی روح یگان نفر تا امروز کشف کرده نتوانسته است. اون روحی که در بدن خود ما هست، ما نمیدونیم که اون چگونه چیز است، فقط این رو میدونیم که غذای اون روح عبادت است. اگر جسم خود را با طعام‌های فایده دار ما پرورش کنیم، روحمان را با یاد الله، با عبادت و با ذکر میتوانیم قوی کنیم و آنهایی که روح قوی دارند خیلی و خیلی جسمن هم اگر ضعیف باشند، شکست دادن آنها خیلی مشکل است. برعکس آنهایی که خیلی جسم‌های قوی خوشرو دارند و روح قوی ندارند، در برابر یک کلمه انسان‌ها میتوانند منفجر شوند، بی‌ترکند و دیگر خود را به دست گرفته نتوانند. الله میگوید وقتی رفتن شما از این دنیا بلغت تراقی، آن روح شما در حقیقت چی می شود؟ جان شما به گلویتان می رسد. و قیل من راق، و کیست که در آن روز آن روح را یا آن جان را به بدن برگرداند؟ کدام طبیب می تواند شفا دهد؟ کدام رقیه خانه می تواند با دعایش آن جان را به تن برگرداند؟ یعنی در اینجا قدرت بزرگ الله هست. خواهران عزیز، چه خیلی که بارها و بارها میگوییم کفى بالموت عبرتن، برای انسان عاقل مرگ خودش یک عبرت بزرگ است که ما هیچ قدرت نداریم، ما خیلی عاجز هستیم و پروردگار در اینجا یعنی میتوانیم بگوییم به میدان جغ میزند که کی میتواند این جان رو برگرداند. هی آنهایی که اینقدر تکبر میکنید، هی آنهایی که اینقدر میگوید فلانی طبیب است، این رو میتواند آن رو میتواند، وقتی جان به حلقم رسید یا به گلو آمد، کسی آن را نمیتواند برگرداند، نه هیچ طبیب، نه هیچ رقیه خانه. و ظن انه الفراق، و در وقت جان به گلو رسیدن پروردگار را برای ما سکرات مرگ را آسان کند و پروردگار لذت های دنیا را از قلب ما بکند تا اینکه ما برای آن روز آماده شویم. اینقدر از پی یکدیگر را غم دادن و اذیت دادن و اینقدر از پی جمع کردن مال نباشیم، اینقدر از پی تلاش آبرو و برای آن روز که آن روز را قسم به الله از من شروع کرده یک و یک شما خواهید چشید، آمادگی خود را داشته باشیم. الله میگوید انا آن روز یقین میکنید که فراق، امروز روز فراق است، امروز روزی هست که هر چی برایش کرده در این دنیا ترک میکنی. ما تمام عمر فرزند میگوییم، تمام عمر بعضی ها همسر میگویند، تمام روز شوهر، تمام عمر شوهر میگویند، بعضی ها تمام عمر فقط برای خانه خود زندگی میکنند، یعنی آبادیش و زیباییش، بعضی فقط برای جمع کردن مال. اما اون روز روز فراق است، همه رو خواهی ترک کرد و چگونه که کمی پیش گفتیم از آن 7 چیز همراه تو می رود، یا صدقه هایی کرده ات، یا علمی به مردم رسانده ات، یا مسجدی ساخته ات، یا قرآن و کتاب های تقسیم کرده ات، یا خانه که برای مسافر و بیچاره ها ساختی، یا درختی که برای خالص برای پروردگار کاشتی، یا آبی که از زمین برای مردم برآوردی. یعنی این عمل ها با تو می رود، نه فرزند، نه پدر، نه مادر، کسی از اینها نمی رود بجز دعایشان که آن هم اگر الله برایشان توفیق دهد و در خاطرشان مانع برایمان دعا میکند. الله میگه آن روز یقین میکنید که امروز لحظه فراق است، لحظه که شما هر چی داشتید ترک میکنید و میروید. در دوامش الله میگه والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، در وقت جان کندن پای ها به پای ها می پیچند، یعنی یک دیگری رو با تمام قوت فشار می دهد که آنهایی که جان کندن کسی رو مشاهده کرده باشند این حالت چگونه که در وقت درد سخت بیمار پای های خود را به یک دیگر می فشارد، در وقت جان کندن هم این حالت آسان می شود. اللهم هون علینا سکرات الموت، پروردگار به ما سکرات موت را خودت آسان کن و برای ما حسن الخاتمه نصیب گردان. و
الله میگوید الی ربک یومئذ المساق، امروز بازگشت تو به سوی پروردگار است. امروز دیگر مدتی تو وقتی تو در این دنیا به آخر رسید، دیگر همه غمهای دنیا، غمهای آخرت، تمام مشکلی ها به نزد چشممان آید، هم اندکی لحظه رفتن می شود. تا آمدن آن لحظه رفتن خواهران عزیز باید حرکت کنیم. هر لحظه که بیخبر هستید، هر لحظه که شیطان از جهت ما را غافل می کند، به یاد بیارید که این لحظه ها رفته ایستاده است. یعنی خیلی و خیلی زود می گذرد. یکی می بینیم که آن روز آمده است، اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق. در دوامش الله در آخران آیت ها می گوید فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و تولى ثم ذهب الى اهله یتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. انسان هایی که در آتش دوزخ هستند، انسان هایی که مرگ برایشان با بدترین صورت می آید، انسان هایی که فرشته های جانگیر اینقدر وحشتناک می آیند که در چشم و در چهره آنها بعد از مرگ وحشت و دهشت دیده می شود. اینها کی بودند؟ لا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى. اینها در حیات خود نه صدقه کردن نه نماز خواندن، همش از پی خوردن و پوشیدن و عشرت و همش از پی لذت و خود را استراحت کنانیدن. امروز خواهران عزیز یک بلای آمده است بالای امت. مردم به جای این که یک جا نشینند درباره خود فکر کنند، درباره فرزند خود، هر چی میخورن آن را به خاطره ها یا گفتیم به استوریا میمونن، هر چی میپوشن، حتی هر مغازه‌ای که میروند بیخبر هستن که الان تو در کجا هستی، چی کار کرده ایستاده ای، حال تو چی میشود، از پی چی هستی. مغروری و تکبری و خودنمایی اینقدر زیاد است که انسان بعضا میگوید این انسان عقل دارد یا ندارد. یا حتی بعضی زنها یا گفته مردهایی که سین سالشان از 40 گذشته است، و جای اینکه عقلشان به سرشان آید هنوز از پی خوردن و پوشیدن و آن را به دیگران تعریف و رکلام کردن هستند. الله میگوید فلا صدق ولا صلى. اینها در دنیا نه صدقه میکردن، نه نماز میخواندن، نه دعا میکردن، ولکن کذب و تولی. کار اینها چی بود؟ دروغ شماریدن روز قیامت و روی گردانیدن از عملهای ثواب. ثم ذهب الى اهله یتمطى. این کم نبود که باز به نزد خانواده خود برمیگشتن و فخر میکردن و میگفتن انا من امروز این گناه ها را انجام دادن. چگونه که بعضی ها از گناه های خود با فخر در نزد خانواده خود تعریف میکنن. الله میگه اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ای مرگ بر تو، هلاک بر تو با این عمل هایی که در دنیا انجام دادی، بینمازی، بخیلی و خیر نداشتن، کبر و غرور، تکبری. در دوامش الله میگوید ایحسب الانسان ان یترک سدى. انسان گمان میکند که ما او را همین گونه بیهوده آفریدیم و به حالش میمانیم. فکر میکنی ای ظالم هر ظلم کردی دیگر در دنیا میکنی، در آخرت هیچ جزای نیست، یا در آخر عمرت هیچ عذاب نمیکشی. الله میگه ما شما رو همینگونه به هیچ مقصد، ما شما رو همینگونه به هیچ هدف آفریدیم. یعنی چی کار خواهید شما میکنید؟ ایحسب الانسان ان یترک سدى. آخر علم یکن نطفه من منی یمنی. شما یک نطفه بودید، یعنی از منی یک آب بیقدر بودید. ثم کان علقه فخلق فسوى. این پروردگار که سپس شما رو به گوشت پاره، بعد از آن از یک گوشت پاره یک انسانی سالمی برومندی با تمام اعضاها، یعنی با عقل و با هوش آفرید. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. و از آن نطفه آبی که عموما الان دیدید، یعنی از همین انسان ساخته می شود، تعجب میکنید. الله میگوید هم مرد رو آفریدیم و هم زن رو. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. آیا همین پروردگاری که از یک آبی بیقدری که آن آبی
می نوشیدنی هم نیست، یک نجسی که به بدن شما رسید اون رو میشوید. انسان از اون یعنی تنفر میکنن. الله میگوید آیا همان پروردگاری که شمایان پدر و مادران، زن و مرد، ای انسان ها، شما رو اللهی که از همان آب آفرید قادر نیست که از نو شما رو بیافرد، از نو مرده های شما رو زنده کند که شما به قیامت باور ندارید، که شما به زنده گشتن پس از مرگ باور ندارید. در حدیث آمده است که خواهران عزیز، پیامبر وقتی این رو میخواندن میگفتن اللهم بله، پروردگار بله تو قادر هستی. وقتی این سوال است، یعنی سوال انکاری که ببخشید اقراری، که آیا الله به این قادر نیست، ما در آخر این سوره حتی در نماز باشیم هم گفتنمون که بله یا ربی یا اللهم بله یا فقط بله گفتن، این چه هست؟ این سنت است. الحمدلله خواهران عزیز، 40 آیت بود سوره قیامت که هم درباره روز قیامت، هم درباره نفس لوامه، هم درباره برآمدن جان هستند، هم درباره کدام عملها رو یا گفتیم انسان با خود چی میبرد، درباره اینها صحبت کرد. خیلی امیدوار هستم که این سوره در زندگی ما عملی باشد. فقط خواندن و تفسیرش رو گوش کردن و با یک کمی احساسی شده بعد از آن از پی باز همان گناهی خود رفتن و یک سوره باشد که عملا هم در حیات خود انجام دهیم.